دوستانی عزیز، ما هم کوشش کردیم که شکلاتی دبئی آماده کنیم. من این نتیجه، این شکلات های سفید هم شکلات های خانگی است که برای هدیه یا اینکه برای استفاده خانگی می شود تهیه کرد و استفاده برد. در داخلش می توانید هر گونه دانگی هایی که خواهید اندازید و استفاده برید. حاضر این شکلات دبئی رو ما هم چرخ کرده می شکنیم. انا درونش کدافی و پیستا دارد. با فکرم شد، با فکرم بد نیست. خیلی کم مزهش می بینیم.